واس کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز که امیدوارم هر جای این دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. یه خبر بد دارم آقا، ریاکت به آهنگای خانوم نگینا، سهراب سفرزاد، مادادوف و آهنگای قدیمی همشون کپی رایت میشه. من 7-8 تا آهنگ آماده کردم که بفرستم آپلود کنم بیاد بالا. به درخواست شما یکی پس از دیگری کپی رایت خوردش، همه رو پرایوت کردم و نتونستم متاسفانه بفرستم. من کامنتاتون رو میخونم، آهنگایی هم که بخواین اینجا مینویسم. آقا دوست من نگاه کن، اونایی هم که ریاکت رفتم روشون رو خط کشیدم ولی کپی رایت خورده. دست من نیست، تقصیر من نیستش. کپی رایت میزنن یعنی اون ویدیو رو باید پاک کنی بره، دیگه به درد نمیخوره. امروز اومدیم با یه موزیک ویدیوی توپ دیگه که اینجا نوشته آرمی فور آف د تاجیک، یعنی فکر کنم راجع به ارتش تاجیکستانه. خودم ندیدم موزیک ویدیو رو، میریم با هم دیگه میبینیم، ریاکتش هم میریم ببینیم چه موزیک ویدیوییه. یادتون باشه آخر تمام ویدیو، آقا این 1000 بار آخر تمام ویدیو یه پلیلیست میاد راجع به تمام ریاکت هاست و 2 تا ویدیو دیگه هم به شما پیشنهاد میشه که ببینید و به دوستای دیگه‌تون برای حمایت از من به اشتراک بذارید. بدون معطلی، وقتتون نمیگیرم، برو بریم. آقا این که خوابگاه بودش، اونم که اعلام وضعیت قرمز بود که همه بیدار شن، چون من خودم 2 سال تو ارتش بودم. بریم ادامه. وطن بر جلال و شانت قسم به پاکی رودی. عاشق آهنگای میهن پرستیم، خیلی دوست دارم اینجور آهنگا رو. بریم ادامه. روانت قسم به کوه و به دشت و به دامانی تو، به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن. آقا آهنگ میهن پرستی و وطن دوستی اصلا واسه مهم نیست برای کدوم کشوره. هر کشوری که میخواد باشه احساس شور و قدرت به آدم میده، احساس قشنگی به آدم میده. خیلی دوست دارم این احساسو. بریم ادامه با قدرت. ارتش ایکس دی آرمی، بریم ادامه رو ببینیم. تاریخی زرین تو به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشان تو، به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علم و کان حیا، به فردای نسلی جوانت قسم. آقا اسم خواننده رو واسه من توی کامنت ها بنویسید. من اینجا اسم خواننده رو متاسفانه پیدا نکردم. اینجا اسم آهنگ هستش، یعنی اسم آهنگ هم نیستش، راجع به آرمی ارتش تاجیکستان هستش. حتما اسم خواننده رو واسه من بنویسید. خیلی واسم جذابه که بدونم که اسم خواننده
این موزیک ویدیو چی هستش. ارتش پرقدرت تاجیکستان. وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکستم. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشقی مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. واقعا افتخار کنید به جوانان کشورتون که دارن با جون و دل از کشورتون حفاظت میکنن. شیر مادر حلالتون. بریم ادامه. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، و آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن، وطن وطن بنامت قسم ای وطن. قسم قسم بنامت ای وطن، قسم قسم بنامت ای وطن. قسم قسم بنامت قسم ای وطن، وطن وطن بنامت قسم ای وطن. قدر کسایی که تو کشورتون دارن خدمت میکنن، برای ارتشتون دارن خدمت میکنن، بدونید اگر شما دارین راحت میخوابید، دارین با آسایش زندگی میکنید، همش به خاطر وجود این جووناست. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. آخر ویدیو یه پلیلیست و چند تا ویدیو دیگه معرفی میشه که برای حمایت از من لطفاً و لطفاً و لطفاً به دیگران اشتراک بذارید، لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله و اینا هم که یادتون نره. دمتون گرم دمتون گرم دمتون گرم تا موزیک ویدیوی بعدی.